سلام عزیزم دلم. امشب میخوایم یه شامی درست کنیم که بدون تخم مرغ. 3 عدد سیب زمینی نیم پز، پخته شده نه، نیم پز باشه. 300 گرم گوشت چرخ کرده، چربیش کمتر از گوشتش باشه. ادویه‌جات، نعنای خشک، نمک مقداری و پودر سوخاری به اندازه کافی که از حالت چسبندگی در میاد. اول سیب زمینی رو خوب با رنده درشت رنده میکنیم. تمام سیب زمینی رو خوب با رنده درشت رنده میکنیم. بعد گوشتمون رو قشنگ آبش میگیریم، بعد قاطی سیب زمینی میکنیم. خوب هم میزنیم که به خورد سیب زمینیمون بره. قشنگ وقتی ماساژ که دادیم، گوشت با سیب زمینی مخلوط قشنگ که شد و ادویه‌جات رو بهش اضافه میکنیم. یکم سماق، زردچوبه، فلفل سیاه و ادویه شوید و گشنیز. البته تخمش رو قشنگ میشوریم، خوش میکنیم، آسیاب میکنیم. برای کتلت بسیار خوشمزه و عطربودار میشه. بعد عصاره رو بهش اضافه میکنیم. بعد یک کمی از نعنای خشک قاطی شامی میکنیم. یه مقدار نمک اضافه میکنیم و یه قاشق پودر سوخاری. هم میزنیم. بعد خوب هم میزنیم مواد که به خورد گوشت و با سیب زمینی بشه و مواد انقدر هم بخوره که وقتی که این سیب زمینی مثلا ادویه که داخلش میره خیلی خوشمزه میشه و میشه این کوکو رو به مدت 5 روز 6 روز نگه داشت، چون از نظر خوردن، از نظر مزه، چون ادویه هایی که بهش زدیم خیلی خوشمزه ترد نگهش میداره. خوب هم میزنیم یک طوری که وقتی که جمعش میکنیم کتلتو قشنگ آغشته هم بشه. وقتی که خوب هم زدیم، ادویه خوب به خورد گوشت و سیب زمینی رفت، قشنگ جمعش میکنیم. خمیرمونو روش سلوفون میکشیم و به مدت نیم ساعت یا 40 دقیقه میذاریم توی یخچال جای سرد بمونه که همه مواد به خوردش رفته باشه و استراحت کنه. یه پیش دستی میزنیم سرش، میزنیمش داخل یخچال.